Sen anlat Karadeniz. مصطفی اگه تاهر منو ببره برم یه سر به بابام بزنم، بعدش باید لباسا رو بشورم، خیلی زیاد شدن. اول باید واسه حساب کتاب کنم. چه حساب کتابی؟ حساب دست دادنت با وداتو میگم. چه کار خوبی کردین، خوش اومدین. من وداد سایرم. خوشوقته. خیلی ممنون. ها، پس منظورت اون حسابه؟ بله، دقیقاً همون حسابو میگم. تو اول حساب گرم گرفتن با ایشونو پس بدی، بعدش از من حساب پس بگی. ای بی انصاف، خیلی بدی. من اصلا به صورت اون زنه نگام نکردم. من نمیدونم. من که میدونم. بیا تا به تو هم بفهمونم. این اول صبحی مامانتو ننداز بجونم. تو 40 سال میگه عروسم لباسا رو ول کرد رفت سراغ پسرم. آسیه، من یه سر برم پیش بابا. با تو هم شب تنهایی حساب کتاب میکنم باشه. وای آسیه وای. چیه مصطفی چیه؟ زن داداش بدون سلام علیک کجا داری میری؟ ببخشید سلام بچه ها، لباس چرکاتون رو بندازین اینجا، یه سر به بابام بزنم میام. اومدم لباساتون اینجا نباشه، حسابتون رو میرسم. انگار خودش میشوره، ماشین لباسشویی میشوره دیگه. به جم دیگه، زود باش، کجا موندی تو؟ سیا سیا خیلی خوب باشه، اتوبوسارم بگردین. بلیط هواپیمام نگرفتن. غیب نشده که نه ماشین داره نه پول و پله. یه بچه هم باهاشه، چطور تونسته فرار کنه؟ یکم فکر کن. نمیتونم فکر کنم، دارم دیوونه میشم. اول باید آروم باشی، چون همه چی از کنترلت خارج شده. آخه ما هممون با کاللیا پایین شام میخوردیم، ولی تو این بالا انگشتاشو شکستی. کاللیا؟ قبل اینا نگهبانا رفتن، بعدش هم اومدن سر کارشون. کاللیا نفسو دزدیدن. اون طاهر سگصفت چشمش دنبال زنمه. الو نجیب، همین الان برگردین شرکت، منم دارم میام. چی کار میخوای بکنی؟ میرم طاهر رو تو دریای سیاه دفن کنم. بابا بیا آسیه بیا، خوش اومدی. چطوری؟ ممنونم بابا، خوبم. تو چطوری بابا جون؟ خوبم.
منتظر چی هستین؟ بیاین پایین دیگه، زود باشین. چرا اومدیم اینجا؟ بیمارستان که نرفتی، ولی باید دستتو درمان کنیم. عثمان از شکستگی سر در میاره. بیاین پایین. بیا عزیزم. سلام علیکم استاد عثمان. علیک سلام طاهر کل شقم. خوش اومدی، صف آوردی. خیلی ممنون، خیلی ممنون. میشه یه سر بریم تو؟ آره بریم. تو هم خوش اومدی دخترم. بریم. بیا من درش میارم. باشه؟ بشین پسرم. نترس. آسیه جون، من میگم این پسر جوونو بگیر ببر حیاتو بهش نشون بده. بیا ما بریم. بابام دست مامانتو خوب خودم از مامانم مراقبت میکنم. عزیزم، ما با هم چه قراری گذاشته بودیم؟ تا وقتی بزرگ بشی مراقبت کردن با منه. من خوبم، نترس. باشه؟ میگم شاید تو باغچه‌شون اسب وحشیم باشه. ببینم جدی میگی؟ تا نبینی که نمیفهمی. بیا بریم ببینیم. میشه دستمو ببینین؟ قسمت‌های شکسته باید جوش بخورن. انگشتات خیلی باد کرده، خیلی درد داره. من طاقت میارم. انجامش بدین. لج نکن، اینجوری درد داره. باید بریم بیمارستان، میفهمی؟ لازم نیست. من عادت دارم. به چی عادت داری؟ داری دعا میخونی؟ این بهترین کاره. تا حالا که دعاهام قبول نشده، اما بازم دعا میکنم. ببین دخترم، یه چیزی میخوام بهت بگم. خدا من 3 جور جواب بنده هاشو که به درگاهش دعا میکنن و میده. قبول میکنه و هرچی که بخوای و بهت میده. اگه بگه نه، حتما بهترشو میده. میگه صبر کن، بهترشو بهت میده.
خدا لعنتش کنه. به نظرت این اطراف اسب هست؟ اونهاش اسبه رو نگاه. داری شوخی میکنی؟ آره، چون اون یه الاغه. مگه تا حالا اسب ندیدی؟ آره خب، تو شهری مثل استانبول آدم مگه الاغ میبینه؟ فردا صبحم باید بیای. اگه بادش نخوابه باید بری پیش دکتر، وگرنه قانقاریا میگیری. من نمیتونم بیام. ما باید زودتر از اینجا بریم. تو هیچ جا نمیری. چرا میرم؟ نمیری چون باید مطمئن بشیم دستت خوب شده یا نه. بعدش برو. مامان تو خوب شدی؟ بگو که خوب نشدی. شایدم به خاطر لجبازیت هیچ وقت خوب نشی. بگو ممکنه قانقاریا بگیرم چون مغزم قانقاریا داره. درست حرف بزن. مامان برو کنار. تو گرسنته پسر جون؟ از دیشب تا حالا چیزی نخورده. معلومه که گرسنشه. بیاین بریم با هم صبحونه بخوریم. بیا بریم. بیا پسرم. چیزه خیلی ممنونم. خدا ازتون راضی باشه. آمین دخترم، از هممون راضی باشه. خدا نگهدار بابا جون. خدا نگهدار تو هم باشه آسیه جون. ممنون. انشالله. الان نمیپرسم ولی بعدن میام و با هم یه چایی میخوریم استاد عثمان. خیلی ممنونم. تو هنوز کلت کم باد داره طاهر. مواظب خودت باش که آه مظلوم نگیرتت. نگران نباش استاد، نگران نباش. آه کسی جز خودم منو نمیگیره. آخه مگه میشه کسی که اهل دریای سیاهه بگیره خودشو نابود کنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مامان دریا رو ببین. خیلی قشنگه مگه نه؟ آره خیلی قشنگه. این دریا رو فقط باید از پشت شیشه ببینم. خونشون کنار دریا بود. یعنی فقط از پشت شیشه دریا رو دیده؟ چرا بایستادی؟ میخوای از نزدیک ببینیش؟ دریای سیاهو نمیشه از دور دید. برو.
بدو. خودشه. چی؟ بوها رو نمیشه فراموش کرد. چند وقته که دریا رو از نزدیک ندیدی؟ مگه خونه شما نزدیک دریا نیست؟ یعنی این بچه هیچ وقت لب دریا نرفته؟ ایگیت به نظرم یه کمی هم دیوونه است. دیوونگی یا اسارت بالاخره میفهمم. یعنی چی اسارت؟ زنده داشت. به نظرم این بچه تا حالا تو خیابونم نیومده. خدای من، تو آدم ها رو با چه چیزایی امتحان میکنی؟ دیوونه شدی؟ زود باش پاشو. ببینم الان راحتی؟ آره خیلی. به این اینجوری نگاه نکن. تو روستا همه طاهر دیوونه صداش میزنن. زن داداش چیه؟ مگه دروغ میگم؟ خب راسته دیگه. وای خدایا دختر، اعصابمو بیشتر از این خورد نکن. پاشو، سرما میخوری. زود باش. زنده داشت. ساک لباس تو ماشین هنوز؟ چیزی هست بدی این بپوشه؟ بیا بریم تو ماشین لباستو عوض کن. حالت خوبه؟ آزادم؟ آزادم. خیلی خوب. ببین جلسه ساخت و ساز فردا با تو، اما اون یکی رو کنسلش کن چون تو اون جلسه باید خودم باشم. بیا تو. همه یه نگهبانا رو جمع کن. 5 دقیقه دیگه راه. کجا قربان؟ میریم ترابوزن. با هواپیما قربان. چجوری میخوای سلاح‌ها رو ببری تو هواپیما؟ فهمیدم قربان. همین الان ماشینا رو آماده میکنم. مالنت گوش کن چی میگم. 30 نفر از بهترین آدماتو وردار بیار اینجا. 5 دقیقه دیگه ماشینا دم در باشن. اسلحه‌ها رو هم وردار. خیلی سریع میریم ترابزون.
یکم بزرگش نمی‌کنی وداد؟ چی رو بزرگش میکنم؟ این همه اسلحه برای چیه؟ برای اینکه شاید قبل از برگشتن چند تا جسد چال کنم. جسد برای چی؟ میتونیم این موضوع رو بدون خشونت حلش کنیم. میشه بگی مثلا چجوری؟ کاللیا به ما احتیاج دارن. قراردادو فسخ کن. اگه ما شنا رو ازشون نخریم اونام نمیتونن پول شهرداری رو بدن. به مصطفی کاللی زنگ بزن، تهدیدش کن. اونم 2 دسته نفس رو بهت پس میده. بعد چجوری از اون طاهر انتقام بگیرم میشم؟ میخوای همینجوری بیخیال اون بی شرف بشم؟ وداد ایشان! اون مرتی که زن و بچه منو دزدیده، به خاطر اون 18 ساعتی که از نفس دورم، تا تو سینه اون مرتی که 18 تا تیرو خالی نکنم آروم نمیشینم. میفهمی؟ تو همچین کاری نمی کنی. چرت و پرت نگو. قول بده بهم. قول بده وگرنه. وگرنه چی؟ چی کار میکنی ایشان؟ چی کار میکنی؟ هر چی هم که باشه، تو تنها عضو خانواده منی که برام باقی مونده وداد. تو فقط پسر عموم نیستی، عزیزمی، داداشمی. من هیچ وقت بهت پشت نمی کنم. میدونی که مگه نه؟ میدونم. همه اون کارهایی که برای من کردی و هیچ وقت فراموش نمی کنم. اما وداد، این کاری که میخوای بکنی باعث میشه آخرش نابود بشی. چی کار کنم ایشان؟ وقتی به کاری که اون اشغال کرده فکر میکنم دیوونه میشم. میدونم. بدون نفس نمیتونم نفس بکشم. میدونم. فقط آروم باش. آره، یه نفس عمیق بکش. الانم برو نفس رو برگردون خونه، اما به هم قول بده که نه به کس دیگه ای و نه به نفس هیچ کاری نداشته باشی. باشه؟ تو فکر میکنی من میتونم نفس رو بکشم؟ نه ایشان، من بدون نفس میمیرم. اگه نفس بمیره منم میمیرم. من باید برم. بیا پسرم. سلام. 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 وای مامانونو ببین. خیلی نازه مگه نه؟ بیا نازش کن. خیلی خوشگله مگه نه؟
بهش غذا بده. نگاش کن. شدم چیزی نمیخورم. چیزی کم و کس نداری تا دستت در نکنه دایی بود. همه چیز زالی بود. اما این کوچوله ما از اون بوزه خوشش اومده. میشه ببری ببینتش؟ البته با هم بهش غذا میدیم. بیا بریم پسرم. پسرمو کجا فرستادی بره؟ دایی داوود قابل اعتماده، نگران نباش. انگار این پسره میخواد به حرفات گوش بده، به خاطر همین فرستادش. حرفی برای گفتن ندارم. میرم پسرمو بردارم و برم. حرف بزن. چیزی برای گفتن نیست. داری فرار میکنی. خونتو ترک کردی. نصف شبی یواشکی سوار ماشینم شدی. حتما چیزایی برای گفتن هست. میگم نیست یعنی نیست. من خیلی از شما ممنونم. انگشتامو جا انداختین، به هم کمک کردین، به همون صبونه دادین. اما دیگه بذارین بریم. ما باید بریم ترمینال. فردا صبح انگشتتو عمو عثمان ببینه، بعد میذارم بری. الانم به سوالای من جواب بده. بشین. جواب ندم جواب ندی؟ چی کار میکنی؟ میزنی تو دهنم؟ این یکی چشمم تو کبود میکنی؟ شایدم بقیه انگشتامو تو بشکنی. آره؟ تو من از چی میترسونی؟ چی به سرم نیومده که تهدیدم میکنی؟ تو دیگه چه کاری بدتر از وداد میتونی انجام بدی؟ تو نرو. ما رو خانوما دست بلند نمی کنیم. باشه، پس خوش به حال خانومای شما. با اجازتون. صبر کن دختر، اعصابت به اندازه کافی خورد است. کجا میخوای بری؟ اولین اتوبوس هر جایی بره همونجا میرم. داری چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. با کدوم پول میخوای بری؟ ها؟ کارت که نداری. 1 قرون پولم تو کیفت نیست. امروز که تعطیله. فردا صبح واسط یه حساب باز میکنم. واسط یه مقدار پول میریزم. دستتم که بهتر شد بعد برو. چرا؟ چی چرا؟ چرا داری انقدر خوبی میکنی؟ ببین دختر، ما اهل دریای سیاهیم. هر کی به همون پناه بیاره ازش محافظت میکنیم. دیگه هم از این سوالای احمقانه نپرس. دیگه هیچ وقت منو تهدید نکن. تهدیدت نمیکنم. الانم بیا دنبالم. امر دیگه ای نیست؟ چرا؟ اونم خیلی زیاد. این چقدر قلدره. آره اما قلبش از طلاست. زود باش، منتظر چی هستی؟ تورکان جون، خلاصه بگم که
میخوام مرجانو برای طاهر بگیرم تا جنسمونم جور بشه. والا نمیدونم، موندم چی بهت بگم ثانیه. من نمیفهمم، جمیل باید تصمیم بگیره. اوه، مگه مردا از این کارا سر در میارن؟ همش سرشون تو کارشونه. این کارا رو زنا بهتر از همه میدونن. آی مرسی مرجان جونم. ایشالله قهوه خواستگاری تو بخوریم دخترم. قسمت دیگه خاله ثانیه. من میخوام تو رو برای طاهرم بگیرم مرجان. نظرت چیه؟ باید بابام تصمیم بگیره. تو این دور زمونه چه دختر خجالتی. ماشالله ماشالله. این همه سال اصلا یه ذرم بروز نداده بود که عاشق طاهر شده. این چه حرفیه ثانیه؟ آی بی خیال برای من فیلم بازی نکن. کل روستا میدونن که مرجان از طاهر خوشش میاد. فقط سعی کن شوهرتو راضی کنی. خب دیگه با اجازت. کجا داری میری؟ قبل اینکه برم خونه میخوام برم شیر بخرم. طاهر خونه بود، عروسم هم همینطور، ولی من باید برم از همسایه شیر بخرم. خوش اومدین خاله ثانیه. خیلی ممنون، به خدا میسپارمت. چیزایی که گفتم و یادت نره. باشه برو به سلامت. مگه چی میگفت؟ واسه پسرش اومده بود خواستگاری. کی به اون مراد دست و پاچلفتی دختر میده؟ تو رو واسه مراد نمیخواست که مرجان رو واسه طاهر کلش خواستگاری کرد. فوری چشماتو اونطوری نکن. اصلا به من چه؟